تسبیح اشک‌های سحر بی نتیجه نیست. در گریه دیده ایم اثر بی نتیجه نیست. باور کنید اینا وقتی یه نفر میاد التماس دعا میگه یعنی باور داره که شما نوکر امام حسینید، الان گرد سید الشهدا اطراف خیمه ها میاد شبا میشینید گریه میکنید، دعای شما به اجابت میرسه. من همیشه عرض کردم یه رفیقی داشتم، الان دارم شبته، خادم حرم امام رضا بود، یه سالی مثلا شاید 10 سال پیش با هم دیگه تو حرم اینجور قدم میزدیم، دربون بود اینا کلا میذارن، قدم میزدیم و راه میرفتیم، همینجور خروج من می‌خواستم برم بیرون، اومد تا دم خروجی سمت چهار شهدا که میای تا دم خروجی با من رسیدیم، دم خروجی من گفت صابر یه نگاه اینجا رو بکن. گفتم خب. گفت عظمت رو ببین، گلدسته ها رو، کاشیکاری ها رو، سنگ فرش ها رو. گفتم خب لوسترها رو، چراغ ها رو. گفتم چی میخوای بگی؟ گفت مگه حرم امام رضا چقدر بوده؟ گفتم یعنی چی؟ گفت 1400 سال پیش که امام به شهادت میرسه مگه یه قبر معمولی نبوده؟ با گل یه چیز درست کردن رفتن. درسته؟ حکومت هم خیلی جاها شاید دست شیعیان نبوده، شاید دست موافقین نبوده، خیلی جا درسته بودم. گفت میدونید چقدر مادر اومده اینجا تو حرم امام رضا گفته گوشواره هامو میدم بچم شفا میگیره. چقدر مادر بزرگ اومده علنگوهاش که ارث مادرش بوده شب عروسیش از دستش در آورده به سختی گفته اینو میدم چراغ قبر پسر فاطمه روشن باشه، چراغ خونم خاموش نشه. چقدر پدر اومده اینجا، چقدر. گفتم خب چی میگی؟ گفت برای دونه دونه این سنگ هایی که روش را میری بچه‌ها دقت، حرم امام رضا از کسی پول نمیگیره، میدونید که سال هاست، مال الان نیست، همیشه بانی داشته. گفت برای دونه دونه این سنگ هایی که روش را میریم صابر امام رضا 10 تا مریض شفا داده، 10 تا گره باز کرده، برای دونه دونه سنگاش. برای این آجرها میبینی، برای این کاشی‌ها میبینی، برای ریز ریز این کاشی‌ها امام رضا گره باز کرده. یعنی چی؟ یعنی مردم اهل حساب کتابن. اگه میبینی دور سید الشهدا شلوغه یه خبریه، مردم دو تاشون 4 تا نشه جایی نمیرن، شک نکن. اگه میبینی هر سال شلوغ تره یعنی وقتی از در میرن بیرون جیبشون پر شده. اما تو، من، ما، هر کسی، اونایی که باید زحمت میکشیدن بچه‌ها زحمتشون کشیدن، اون که باید سیاهی میزده، کتیبه میزده، چراغ روشن میکرده، بانی شده، هزینه کرده، من رو هزینه که از این راه دور آورده اینجا، نمیدونم پذیرایی کن، هر روز این رو الله من زنگ میزنه آقا چیزی کم ندارید، راحتید، خوش میگذره بهتون فلان. اینا زحمت داره، اینا زحمت داره. برای دونه دونه چراغ تو ببین روشنه، برای دونه دونه اینا پول دادن. خب حالا این بساط مهیاست، تو وظیفت چیه؟ سنگ تمام بذاری برای اهل بیت، مدیون این همه زحمت نباشیم ها. گفت می‌خواستیم حرم سید الشهدا رو، همین الان اینطوریه دیگه، اونایی که رفتن کربلا 2 سال پیش، پارسال، اونا دیدن دیگه، هی دارن خونه‌های اطرافو میخرن، هی میدازن سر حرم، اضافه میکنن به صحنه‌ها کوچیکه، باید جا بزرگ بشه، مثل حرم علی ابن موسی رضا ظرفیت ظاهر زیاده، حرم صحنه‌ها باید بزرگتر بشه، تل زینبیه. گفت یه گروهی بودیم مثل ما که مثلا میایم دور هم دیگه شب جمع میشیم، گفت تو هیئت تو مسجد فلان با هم بودیم و فلان، حرفا اومدیم دور هم جمع شدیم، گفتیم بچه‌ها بریم خونه‌ها رو دونه دونه با اون مسئولی که داشت برای ستاد بازسازی، حالا اون موقع مثلا حالا ستاد بازسازی نبود، مثلا بزرگ کردن حرم و صحنه‌ها اینا، گفتیم آقا ما هم مشارکت کنیم. گفت یه رفیقی داشتیم که خونش بین همون محله‌ای بود که باید به اصطلاح خونه‌ها خریده میشد، اضافه میشد به سن. گفت دونه دونه خب به مردم حالا یا پول میدادن یا مردم میبخشن یا گفت این رفیقمون چیزی نگفتیم، گفتیم این که رفیقه، ما با این گریه کردیم، سینه زدیم، عشق کردیم دیگه، از خودمونه دیگه. مثلا من به شما بگم آقا بچه‌ها دارید میرید بیرون، ما مثال میزنم، اینا اینطوری نیست، مثال میزنم، فردا میخوایم برای از علی اصغر مثلا یه مراسم بگیریم، مثلا 1000 کیلو شیر بدیم، بچه‌ها هر کی داره میره بیرون 10,000 تومان بده تو این صندوق هیئت،
اصلا لازم نیست دیگه به آقا که جلو من نشسته به سید، به رفقا، به سید بگم آقا مثلا 10,000 این خودمونن دیگه ها. گفت آقا به این نگفتیم، رفتیم تو اون محله 7 10 تا 20 تا 30 تا خونه بود، خلاص اینا رو دونه دونه یکی خرید یکی فلان انجام شد. تمام که شد خونه ها به همه گفتیم، به این رفیقمون هم گفتیم که فلانی. گفت بله. گفتیم که کلید. گفت کلید چی؟ گفتم کلید خونه دیگه. گفت کلید خونه چی؟ گفتیم که خب ما همه خونه ها رو 10 تا 20 تا 30 تا خونه خریدیم، تو از خودمون بودی، خونه تو هم وسط ایناست، میخوام بزنیم صحن رو بزرگ کنیم. بگی نمیدونید چند ماه درگیرشیم دیگه. گفت من خونمو نمیدم. گفتیم چی میگی؟ گفت خونمو نمیدم. گفتیم که شوخی میکنه بچه. گفت نه آقا شوخی نمیکنم، خونمو نمیدم، خونه من نیست. بگه به زور میتونی نست. گفت دونه دونه هی باورمون شد. نمیدی خونتو؟ گفت نه خونمو نمیدم آقا، میخوایم صحن بسازیم برای حرم سید الشهدا. چه عظمتی، چه بزرگی، چه زیبایی، چه خیری از این بیشتر. گفت نمیدم خونمو آقا. بعدم بلند شد رفت. گفت 2 روز 3 روز 5 روز در گفتیم شوخی میکنه. یه 10 20 روز گذشت بچه‌ها گفتن که خبر داری فلانی چی شده؟ گفتیم چی شده؟ گفت عمل بنا آورده خونه‌اش بازسازی میکنه. حالا خونه‌های دور بر ما دونه دونه‌اش خراب میکردیم، بازسازی میکنه. گفت 1 2 3 ماه. گفت خونه‌های اطراف ما همه رو خراب تقریبا کرده بودیم و خالی کرده بودیم، در پنجه‌اش کنده بودیم. این هی داشت بنایی میکرد فلان، سنگ کرد، نما کرد. گفت شاید 2 3 ماه گذشت با ما هم دیگه ارتباطی نداشت. یه روز اومد تو تکیه، همه بچه‌ها سرشون رو برگردوندن. دیدی؟ ای بابا این جاش اینجا نیست. اومد گفت کلید خونه. گفتیم که چی میگی؟ گفت کلید خونه دیگه. گفتیم بابا تو دیوونه ای؟ اون روز که گفتیم خونه تو بده نده، 2 ماه 3 ماه داری بنایی میکنی. گفت اون روز خونم خراب بود، من جنس بنجل به حسین نمیدم، رفتم خوشگلش کردم، رنگش کردم، در پنجرهش مرتب کردم، خونمو سنگ کردم، الان خرابش کنید. امشب هر کی مثل منه بگه حسین جان یادتونه شب اول چی گفتم؟ گفتم کاروان سید الشهدا به سرعت عبور میکنه، 10 اول محرم تموم میشه. آقا جنس بنجل نمیخوای؟ میشه لابلای این خوبا منم بخری؟ من کاری از دستم بر نیومد، شد شب 6. بچه تو دهه محرم نه، تو دهه 2 3 صفر 40 تو همه سال تو فاطمیه بچه برای امام حسین مردم گریه میکنه، دور امام جمع میشن مردم. اگه یکی هم کمتر گریه کنه خیلی دیده نمیشه، اما بچه تو سال برای امام حسن کسی گریه نمیکنه. این 2 شب یتیم نبودی، شب سنگ تمام گذاشتید، امشب یتیم نوازی کنید. تسبیح عشق‌های چند بیت امام زمان بخونم دلتون. تسبیح عشق‌های سحر بی نتیجه نیست، در گریه دیده ایم اثر. بچه ها خدا میدونه گریه‌تون اثر داره، بی نتیجه نیست. باور کنید آه جگر بی نتیجه نیست، اینقدر باز ماندن در. بالاخره یه شب میاد تو یه نگاه به ما میکنه، از انتظار پنجره ها باز میشوند، با نور چشم تو گره ها. آقا تقویم های من همه زارند خستند، این ابرها چگونه ببارند. بی تو از این که جمعه شمارند، خستند از برگ خود گله دارند. خستند کارم غروب جمعه به اشکال خورده شد، دیدی 1300 من سال خورده شد. مهدی جان
نام تو میبریم اگر قند میخوریم. پس ما به رد پای تو پیوند میخوریم. وقتی که ما به نام تو سوگند میخوریم، یعنی به درد لطف خداوند میخوریم. مرحمتش گرفت گرفتار تو شدیم، چله نشین لحظه دیدار تو شدیم. تحمل گریه بچه رو ندارید. تا یه بچه گریه میکنه همه سمت دیگه نگاه میکنه. نمیتونید به یه بچه داره گریه میکنه. اونایی که مثل منن، این چند خط چند تا مصرع مال منه. اونایی که مثل منن گریه کنن. آقا با هر گناه اشک تو را حیف میکنم. رویم سیاه اشک تو را حیف میکنم. شرمنده اشک تو را حیف میکنم. حیف از تو ماه اشک تو را حیف میکنم. پیش خدا که روی سپیدی نداشتیم، اشکت اگر نبود امیدی. تو آروم آروم داری گریه میکنی، من آروم آروم شعر میکنم. کاری که کرد عشق تو تقدیرمان نکرد. مهدی جان گریه برای دوری تو سیرمان نکرد. ما را ببخش این که غمت پیرمان نکرد. خودمو میگم، خدا میدونه منظورم شما نیستید. دست گناه امام زمان گیرمان نکرد. چقدر اعتراف کردم امشب آقا، اما همه اینا رو اعتراف کردم. به این هم اعتقاد دارم، من دوست دارمت. به امام رضا قسم. بر گریه های صبح و شب چشم شما قسم. همینجور که میرفت به سمت صدای این بچه گریه من نمیذاره من روزه بخونم. همینجور که میرفت به سمت میدان تا صدا گریهش میاد، هی رو باب میگفت خدا رو شکر. نه هنوز زنده است. چیکار کنم تو جلو جلو میری آخه من؟ هی میومد بعد از زینب میگفت برمیگرده دیگه. نه از زینب میگفت آره بعید بچه رو بزنن. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بس کن رباب، سر به سر غم گذاشتی. اصلا خیال کن که اصغر نداره. شب عاشورا وقتی جناب سیدالشهدا همه جمع شدن، بچه‌ها عرض کردم شب اول یادتونه گفتم امام ناز داره، حواست باشه. یه وقت یکی تو هیئت بهت گفت برو عقب بشین، نگی نه دیگه نمیام، برو بابا اینو چه اخلاق. بابا آدمیزاد یخونی اعصابش خورد میشه. بگو اگه با لگد منو بزنید از در بیرون کنید دیوار میام تو. اینجا خونه آقامه. درگیر نشو با کسی. جلسه امام حسینی که آدم با این ناز ول نمیکنه که، ارباب ناز داره. رفقا خیلی ها اینجا بودن الان نیستن ها، حواست باشه. امام حسین خونش خالی دورش خالی نمیمونه. تو ضرر من ضرر میکنه. شب عاشورا اصحاب شنیدن دل حضرت زینب سلام الله علیها لرزیده. بیبی چی همه اومدن تو خیمه سیدالشهدا. کی؟ میشه فکر کردم بهشم زیباست. چی؟ وقتی روز دوم محرم رسیدن کربلا، سیدالشهدا خیمه ها رو زدن تقسیم کردن. این خیمه فلان، این خیمه فلان، این خیمه علمدار، این خیمه شهدا، این خیمه زنها، این خیمه بنی هاشم، این خیمه. آقا فرمودن این خیمه هم باشه. گفتن آقا خیمه این اضافه است. آقا فرمودن نه اضافه نیست. گفتن آقا اضافه است دیگه، خیمه ها همه رو زدیم به همه. گفت نه این خیمه رفیقام دارن میان.
حسین زینب میگه از صبح عاشورا هی این پا اون پا میکرد، هی نگاه میکرد، هی میومد بیرون. حسین دنبال چی؟ میگفت رفیقام. حسین یه نامه نوشتی دیگه، خب اونا تو درگیریان نمیتونن بیان که. گفت نه میاد. هی میگفت این پا اون پا میکرد، رفیقام. تو خودت میای جلسه، به جان مادرم خودت نمیای. هی امام دم در واسطاده، همونجا که وارد میشی از دم در، هی دم در واسطاده میگه این محمد نیامد، این کجاست؟ حسن، این مهدی نیامد، این علی. هی دونه دونه اسماتون رو نیامد. چرا امشب دیر اومد؟ امام ناز داره. حضرت زینب گفت هی نگاه میکرد، هی رو اسب میرفت میومد. حسین خسته میشه، میگفت رفیقام. گفت یه فکر دیدم 2 تا نفر دارن از دور میان، 2 تا سیاهی دارن دور. میگه دیدم چهرش برگشت، گفت زینب اومدم. دیدی گفتم میان. این خودش روزه است. هر کی اهل روزه است میگیره، من بازش نمیکنم. وقتی زینب میگه از زینب رفت تو خیمه، گفت سلام منو برسونید به حبیب مسلم. وقتی من جلو دیدم 2 تا پیرمردن. این حرف منو زینب زانوهاشو بقیه که شروع که گریه کردن. 2 تا پیرمرد اومدن. چقدر حسین خوشحال شد. چقدر تو بی کسی. مثل اون تشبیه زمینی میکنم و فقط که حس کنیم، مثل اون توی جایی بریم مثلا جوونیم، مثلا بریم توی محل دعوامون بشه 10 نفر بریزن سرمون، مثلا بابامون داره از دور میاد دستش به کمرش دلا داره، میگی بابام داره میادا. حسین روی 2 تا پیرمردم حساب کرد. شب عاشورا سید الشهدا، خب همه نخبگان، علما، مراجع، اهل فضل، اهل دین، بابا اینا آدم معمولی نبودن که. حبیب، مسلم، دونه دونه اصحاب، همه تو خیمه سید الشهدا جمع شدن. همه امام فرمود فردا همه کشته میشین. سرداران سپاهن، هر کدوم یه رجزی خونه. یکی گفت من اگه 100 بار بکشن دوباره زنده بشم در راه تو. یکی گفت اگه منو بکشن خاکستر آتشم بزنن. هر کی چیزی گفت. اصحاب میگن دیدیم یه جوونی میشه واسطه، کم کم اومد به سمت سید الشهدا رسید، گفت عمو منم کشته میشم. یه نگاه کرد بهش، گفت خدا نمیدونم شب چرا هی میره فردا شب. گفت عمو مرگ چجوریه برات؟ شما چند سالت آقا؟ شما بلند شو واستا. مثلا اینقدر بود بچه ها، اینقدر بود. آقا فرمود که مرگ چجوریه بلوط؟ بیا اینجا واستا. پسر اسمت چی آقا؟ علی. آقا فرمود که مرگ چجوریه پیشت؟ گفت مثل عسله. چند جا سید الشهدا، من علی آقا رو آوردم که ببینیم روزه است دیگه. چند جا سید الشهدا قاسم رو بغل کرد. یکیش اینجاست، تا گفت مثل عسل امام بغلش کرد، سینه‌شو چسبون به سینه‌ش. بچه‌ها وقتی میخوای سینه رو بچسبونی به سینه اینجوری نمیشه، اینطوری میشه. ببین بعد یه چیزی گفت امام حسین، همه خیمه به هم ریختن، تو هم به هم میریزی. امام گفتش که قاسم نه تنها تو کشته میشی، علی اصغر هم میکشن. تا گفت علی اصغر رو میکشن، قاسم گفت یعنی تا خیمه ها میان؟ بچه علیه، یعنی میخوان بیان سمت عمم. میگو بدنش افتاده بود تو گودال قتلگاه، کسی جرأت نمیکرد جلو بره.
شم گفت چرا نمیری کارو تموم کنین؟ گفتن بابا این معلوم نیست بچه علیه، تو فکر کردی آدم معمولیه؟ اومدن صدا زدن حسین، ریختن سمت خیمه‌هات. میگه تکیه زد به نیزه، بلند شد نگاه کرد گفت نامردا حداقل بیاید کارمو تمام کنید بعد برید سراغ زن و بچه. و مثل عسل عمو برام. اون فردا منم شهید میشم، فرمود تو هم شهید میشی. شد فردا، شد روز عاشورا، امام جناب علی اکبر رو از تو میدان آورد. چه جوری شو؟ باشه زنده باشیم 2 شب دیگه روزیمون بشه، مادرش اجازه بده برش عزاداری کنه به همم. اومد این آقازاده گفت قول دادین من برم میدان، اومدم اجازه بگیرم. خسته بود امام فرمود قاسم برو، خستم امام. اومد تو خیمه، طاقت نمی آورد. دیدی؟ ببخشید من بلا تشبیه‌ای مجبورم مثال زمینی بزنم با گوشت و پوست و خونت عجین بشه. دیدی مثلا یه بمب میزنم گفتی کجا رو زدن؟ کی بوده؟ تا قرار نداشتی هی اخبار، ما تو زندگی اون اخبار دنبال میکردی. دلت نمیذاره آروم باشی، مردم کشورتن تو نباشی، حتما تو بخوری یا همسایت بخوری. معلوم اینا همه مثل همین. تا میگفتن فلان سرداش میزدی پشت دست، ای بابا چقدر حیف بود. دوباره اومد تو خیمه، دوباره برگشت اومد پیش امام گفت عمو اجازه میدید؟ میگه دریای حیان اینا، دریای شرمن. بعد یه بغضی هم تو گلوش داره قاسم دی بچه‌ها. 3 سالش بوده باباشو تیرباران کردن جلوش. دیدی میگن بچه‌ها یه صحنه‌ای تو ذهنشون میمونه از کودکی. چرا اینجوری گریه می‌کنی؟ عمامتو وردا تا من بگم چرا اینجوری گریه می‌کنی. آخه دید هی مش میکوبه به زمین. هی از زینب میگفت حسن نکن دیگه. میگفت آخه مادرم داشت حرف میزد، بی هوا زد. تا مادرمو بلند کردم صدا زد امان من بریده شد امان بده، جلو بیفت خانه را نشان بده، عصا دست مادر جوان بده. حسن تو چادر مرا، باباش غیرت الله، به هیچ کس نگو که خوردم زمین. بذار من یه دعا کنم امشب براتون بچه شیعه هستین. الهی هیچ کس نبینه مادرش جلوش زمین میخوره. اینو بذاری بدون میکروفون بگم، زنها هم میشنون صدام آخه بده. به جای در 40 نفر مرا زدند، نداشت چون علی سپر مرا زدند. آی بچه شیعه ها به قصد کشت پشت در مرا زدند، پس از شهادت پسر مرا زدند. یه نفر نگفت زهرای زنه، این درد منه، این درد منه. چی شد امشب؟ دادشو میزنی؟ زن باردار رو کسی نمیزنه، این درد منه، این درد منه. از 40 نفر کتک خورد یه تنه، این درد منه، این درد منه. یا زهرا اومدن تو خونه وحی خدا، وا محمدا، وا محمدا. برید بیرون مادرم اینجا رفت آمد روی خونمون شده برو بیا، وا محمدا، وا محمدا.
شیخ در تو لاغل کوتابیا. لا اله الا الله. این روزه خطرناکه، میخواد ادامه بدم، اما روزه ای که علی رو به زانو زد. علی رو زانو زد. نه فقط که خانوم میخواست راه بره دست به دیوار میگرفت، نه علی هم که میخواست راه بره دست به دیوار میگرفت. رفت تو خیمه، برگشت. روزه ما مثلا باید همینجوری باشه. البته نمیدونم روزه شما چه قصه ایه. از شب اول من به آقا روح‌الله گفتم، اجازه گرفتم، گفتم بچه روزه رو تقدیم کنیم به امام رضا، هر شب از زهراست. من نمیدونم چرا، حتما درسته، اینجوری ما گفتن دیگه. پیغمبر فرمود 2 نفر پاره جیگر منن، خانم حضرت صدیقه سلام الله علیها، علی ابن موسی رضا. گفت اینا پاره جیگر منن، حتما یه ارتباطی با هم داره. رفت تو خیمه، دوباره اومد پیش عمو، گفت عمو اجازه میدی من؟ گفت برو پسرم، مگه نمیبینی تازه علی اکبر رو آوردن؟ عمو دیگه اینجوری نبود که بچه‌ها، عمو دیگه حرف میزد دستش به کمرش بود، میگفت قاسم برو تو خیمه. اومد تو خیمه، نجمه دید به هم ریخته است، گفت چیه قاسم؟ گفت نمیذاره، دیگه طاقت ندارم. مادرشو بغل کرد، شروع کرد به گریه کردن. گفت برو بهش بگو منم برم دیگه، همه قربانی دادن. یه دفعه بعضیا میگن چند جور نوشته مقاطع، یه دفعه دستش خورد به بازوش، یادش اومد، گفت مادر. گفت چیه؟ گفت نامه بابام. تأمل نکرد، دوید وسط خیمه کنار سید شهدا. اومد گفت عمو بابام. آقا نامه رو باز کرد، از حسن ابن علی به حسین ابن علی و اما بعد حسین این قربانی رو از من قبول کن. گرد و خاک میبینم، نامه رو میبوسید، میمالید به چشماش، هی گریه کرد. اینجا دفعه دوم امام حسین قاسم رو بغل کرد، الهی دورت بگردم عمو. هی میگفت کاش بابات بود. هی گریه میکرد. چی تو ذهنش میومد؟ حسن تورم تو کوچه گیر انداختند، منم اینجا با زن و بچه بین راه گیر انداختم، کاش بودی کنارم داداش. اینجا اجازه میدان گرفت، گفت برو عمو، برو خداحافظی کن با عمات، با مادرت خداحافظی کن، برو. 2 تا زن آسید آرالله رفقا، 2 تا زن تو کربلا به هم ریختن. 2 تا زن تو کربلا به هم ریختن. یکیش فردا شب میگم، یکیش رباب بود، دیدن چادر به سر بسته، هی میره تو خیمه ها میگه آب ندارین؟ اینجا آب چیزی نمونده. یکی مادر جناب قاسم بود، تا اومد گفت مادر میخوام برم میدون. مادر گفت باز تا دقیقه. اومد تو خیمه ها گفت زره اندازش ندارین؟ کسی کلاه خود کوچیک نداره؟ پوتین ندارید؟ چی شده نجمه چرا اینقدر به هم ریختی؟ گفت پسرم میخواد بره میدون، همش اینقدر. من هنوز روزه نخوندم، الهی برای دلت بمیرم. خدا برای پدر مادرت نگرت داره. برای امام حسن سنگ تموم گذاشتید شما. دیدن چیزی پیدا نمی‌کنن، کفن تنش کردن. اول کفن پوش کربلاست، عمامه‌شو 2 نیم کردن، نیمی به سرش بستن. حالا میخواد بره به رو اسب بشینه، پاش به اسب به رکاب نمیرسه. میبینم علما عمامه از سر در آوردن. آخه داریم وارد میدون میشیم. هیکل رفت به سمت دشمن. بچه‌ها شب دوم سوم فکر می‌کنم بهتون گفتم چند تا بدن رو تو کربلا سنگ باران کردن. یکی گفتم جناب کی سنگ باران؟ سنگ مگه سلاح جنگیه؟ نه. چرا سنگ باران کردن؟
اینا بهشون بر میخورد، اینا آبروشون میرفت، میدیدن کاری هم نمیتونن بکنن، حریف هم نمیشدن، سنگباران میکردن. یکی از بدنها بدن جناب هور بود، دیدن ای تا چند ساعت پیش پلومون وسط الان روبرومونه. یکی از بدنها بدن قاسم بود. یه فکر گفتن این بچه اومده با لشکر ما به جنگه، اصلا بهشون برخورد، سنگباران کردن بدنو. یه حرامزاده‌ای گفت گناه عرب به گردن من، اگه داغشو به دل مادرش نشونم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بعضیا میگن یه کلک رزمی زد، من نمیدونم اسمش چیه. این حرامزاده اومد نزدیک قاسم، گفت بند کفشت بازه، تا خم شد با شمشیر گردن قاسم. لا اله الا الله. عمو داره نگاه میکنه، دید قاسم از اسب به زمین خورد. 2 نفر رو جناب سیدالشهدا میگن مثل باز شکاری خودشو رسون. یکی جناب علی اکبر بود، میگن تا علی اکبر افتاد زمین امام حسین خودشو مثل باز رسون، مثل تیری که از کمان رها میشه. یکی جناب قاسم بود، تازه میگن برای قاسم بیشتر به هم ریخت، اما بچه‌ها برای علی اکبر امام حسین رکاب رو هم گم کرد. خودش رسون وسط میدان. اما اونجا سیدالشهدا وقتی رسید رو بدن علی اکبر، درسته بدن رو همه، اما بالاخره علی اکبر رو دید دیگه، ولی وقتی رسید رو سر قاسم، قاسم رو ندید. چرا؟ آخه تا قاسم زمین خورد اسب‌ها از روی بدنش امام دید گرد و غبار بالاست، هی صدا میزنه عمو به فریادم برس. میگن امام حسین شروع کرد به گریه کردن، گفت عمو چه کنه که کاری از دستش بر نمیاد. اما رفقا بچه شیعه تا میگن گرد و غبار جنگ نشست، امام دید قاتل رو سینه قاسم نشسته، کاکلش تو دستشه. اینجا بچه میخوام برای امام حسن 1 دقیقه طول میکشه، شاید چند ثانیه طول میکشه، برای امام حسن داد بزنن زن و مرد، خادما بیرون تو چایخونه. تموم شد شب امام حسن ها، تموم شد. فردا شب علی اصغر میره میدان، تمام شد. گفتم کو این علی آقا کو، بیا علی آقا بیا اینجا ببینم. شما آقا چند سالته؟ شما چند سالته؟ داره گریه هم میکنه. بلندش اسم چیه پسرم؟ بشین امیر حسین. گفتم چی؟ گفتم چند جا امام حسین قاسم رو بغل کرد. یه جاش کجا بود؟ اونجا که فرمود احلا من العسل، امام بغلش کرد، سینه‌اش چسبون سینه. یه جا اونجا که می‌خواست بره میدان، سینه‌اش چسبون. حالا امام حسین میخواد قاسم رو برگردونه خیمه. اون دوبار هر وقت امام سینه‌شو، ببین سینه‌شو به سینه میچسبون، قاسم پاش از زمین بلند میشد. اما این بار وقتی امام سینه قاسم رو به سینه‌اش چسبون، دید پاهای قاسم داره رو زمین. بچه‌ها 2 تا بدن تو کربلا برعکس شدن. ابوالفضل بود، وقتی کاروان برگشت از شام به کربلا، از زینب میگه مثل برگی که از درخت میریخت، دیدم اینا از روی مرکب ها زمین میریزن، هر کی به سمت قبری میره یه قبری رو بغل میکنه، گریه میکنه. یه فیدم رباب داره میره سمت علقمه. گفتم رباب علقمه؟ گفت گشتم یه قبر کوچکی پیدا کنم. عباس رو به هم ریخته بودن، اون قد و بالا توی قبر کوچیک جا شده بود. 2 تا بدن تو کربلا برعکس شدن. ابوالفضل قدش کوتاه شد، قاسم قدش بلند. مثل یک دیوار که با در نمی‌آید به هم، این تن پاشیده با پیکر
نمی آید به هم. اربن اربا شد تمام پیکرم، دیگر نگو که تن من با علی اکبر نمی آید به هم. عمو نه تو عمامه در آور و نه عمه روسری، زخم کاری با نخ معجر نمی آید به هم. رخت دامادی بماند پیش زهرا در بهشت، این لباس و این بدن دیگر نمی آید به هم. عمو مثل اخلاقم تمام استخوانها نرم شد، سنگ و چوب و خلق پیغمبر نمی آید به هم. عمو مصحف من 13 قسمت شده بر روی خاک، با چنین شیرازه که دفتر نمی آید به هم. عمو جان من گریز روزه های کوچه هستم، من گریز روزه های کوچه هستم، حیف که دست من با چادر مادر نمی آید به هم. تا نیزه به پهلوش خورد صدا زد وای مادرم، وای مادرم. وای مادرم. خدا میترسم بعضی حرفا رو بزنم. لا اله الا الله. بدنش زیر سم اسب له شد، آخه مادرش هم پشت. من بمیرم که تو به خادم آترو نزنی، میشه وقتی را میری تو خون زانو نزنی، میشه جارو نزنی، حرف رفتن و نزن، هنوز خیلی جوانی، تو که میتوانی بمانی بمان. عزیزم تو خیلی جوانی بمان، زمین گیر من آسمانی بمان، اگر میشود میتوانی. خودمو کشتا برای علی بی تو بد میشود، نرو که غرورم لگد میشود و این سقف سنگ لحد میشود، تو باید غمم را بدانی بمان. حلالم کن حیدر نیومد، دادشو بزنا میزدنت کاری از دستم بر نیومد، همسایه دیدن صداشون در نیومد، تو همراهی از این بهتر نداشتی، کمک خواستی از فزده چون مادر نداشت. ای ننم ایوان، چه شد با علی هم سفر ماندنم، چه شد پای حرف پدر ماندنم، چه شد ماجرای سپر ماندنم، زهرا جان پس از قصه پشت در ماندنم، ندارد علی هم زبانی بمان. بگم همه داد بزنن الهی بمیرم پرت سوخته، هر کی گرفت داد بزنم دلم با دل دخترت سوخته، زهرا چنین که تو دور و برت سوخته، یقین محسنم در ننم
دستتو بالا بگیر. میخوام یه نامی رو ببرم هم دل امام حسن شاد شه، هم دل ابی عبدالله هم دل قاسم. بلند و یک صدا بگو یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا. انشالله به زودی حرم امام حسن باشیم، اونجا نوکری کنیم، اونجا عرض ادب کنیم، یه صلوات بفرستیم.